سلام دوستان عزیز، امیدوارم که خوب و صحتمند باشین. من محب آرت در خدمت شما هستم که درس رسامی را براتان تدریس کنم. آموزش رسامی با محب آرت. در اولین درسی که شما میخوانین من براتان این را میگم که ما چطور میتوانیم یک رسم بکشیم یا چطور درسای اولش چی است. این را در اینی محب آرت میتونین یاد بگیرین. اولین درس که مهم است تعریف رسامی. تعریف رسامی چی است؟ رسامی عبارت از هنری است. هر آن چیزی که در ذهن یا در خیال ما تجسم پیدا کند با آن رسامی یا طراحی گفته می شود. بعضی کسا مفهوم ای را نمیفهمند یا تعریف رسامی را ندارند، ولی در اینجا شما میتونید تعریف رسامی را یا فرق رسامی بین نقاشی را بفهمین. فرق بین رسامی و نقاشی این است: نقاشی که از شکل پیشرفته رسامی است و رسامی شکل ابتدایی نقاشی است. طوری که شما میبینین من براتون اولین پرداز رسامی را کار میکنم. پرداز جهتدار. به این شکل شما دو تا خط میکشین و مثل مستطیل واری یا شکل موبایل واری را جور میکنیم. وقتی که این را شما جور کردین به شکل جهتدار به یک طرف این را کش میکنین به این شکل. به این قسم شما که پیش برین پرداز جهتدار را یاد میگیرید. این پرداز که در بسیار موارد به شما مفید است. مثلا در بعض رسامی های موی که است بسیار در موی کار گرفته می شود، در بعض جای دیگر هم گرفته می شود. طوری که شما میبینید بسیار و خوب کار شده میبینین. به این شکل ادامه میتیم، به این شکل ادامه میتیم تا تکمیل شود. میبینین پایینش که زیاد سیاست، بالاش که آخر میریم متوسط است. دومین پرداز که کار میکنیم پرداز دست است. اول دست فشار دست زیاد میباشه که خوب سیاه بیه. بعد پس آهسته آهسته فشار دست خود کم میکنیم و به طرف پایین آمده میریم. قسمی که شما میبینیم فشار دست خود ما زیاد گرفتم و آهسته آهسته می تو پایین میایم و فشار دست خود کم کرده میرم. شما میبینین که اول سیاه آهسته متوسط میشه، بعدا روشن، تاریک، متوسط و روشن میشه. میبینین به این قسم شکلی که میبینین ای هم مثل همو است، پرداز است، ولی دایی شکل مارواری داره و او شکل همی تو پایین میامدیم. دایی میبینین که مثل از همو سیاس، متوسط است، روشن است. فشار دست اول زیاد میباشه باز کم میشه، اساسا پایین میام. میبینین که باز روشن، متوسط، سیاس، بعد از باز متوسط باز روشن میشه مثل مارواری است. میبینین درس دیگه را که میخوانیم خطاست. مثل باید خط خود لیس کنیم به این شکل. قلم میگیریم کش میکنیم خط ما لیس شود. اگر خط ما لیس در رسامی نباشه ما مجبور میشیم از خط کش کنیم. خط کش هم خوب شد، ولی به حیث اگر کسی که رسام باشه باید بتونه با دست خودش هم خط های بسیار لیس منظم بکشه به این شکل. هم پرداز جهتدار، دیگهش پرداز فشار دست و مار و این هم خطاتون که لیس میشه. ویدیو با خود لایک، سابسکرایب و شیر کنید تا درسای بعدی شما رو به الله متعال مسپارم. منتظر ویدیوهای بعدی باشین.